چجوری تخم اندر دراگون رو 2 تا کنیم؟ خیلی ایزیه، فقط کافیه که داخل پورتال نظر بریم. داخل پورتال نظر که رفتیم بیاین یه درت بذارین، یه درت هم از اینا بذارین. میدونین که اینجوری کنین تخم اندر دراگون خراب میشه. یه لور بذارین بزنین روش، حالا تخم اندر دراگون اونجا بذارین، هیچی هم دورش نیست. الان اگه برم توی پورتال اوورورلد و دوباره برم داخل پورتال ندر، الان تخمم دوپلیکیت شده، 2 تا شده. یه دون دیگه اومد، این دراپ شد. الان اینم بزنم 2 تا تخم دراگون دارم. برین تست کنین. اگه دروغ گفتم، دروغ نیست.